این چی بود؟ من به دنبال دادخواهی هستم. ما دنبال دادخواهی هستیم. زندان برای دادخواهی. ساعت 6:14 18 دی ماه هواپیمای بین‌المللی اوکراین از فرودگاه امام خمینی برخاست ولی هرگز به مقصد نرسید. همه 176 به علاوه یک مسافر آن در دم جان باختند. این سری دورای مثل موشکه چیزی هست؟ چیزی گزارش نشده ولی شاید پروشن داشته باشید. مهندس جان انفجار بود، یه نور بسیار بزرگی اونجا ما دیدیم، نمیدونم چی بود. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی نقص فنی را علت سرنگونی هواپیما اعلام می‌کردند، ابتدا مسئولان اوکراینی، سپس نخست وزیر کانادا و رئیس جمهوری وقت آمریکا از انهدام هواپیما بر اثر اصابت موشک خبر دادند. همه گفتن که زدن اینو مشخص بود زدن. خب ما انکار میکردیم، تو فاز اصطلاح دینایل بودیم، گفتیم انکار میکردیم خاطر اینکه اصلا مگر میشه یه حکومتی یه نمیدونم سپاهی مثلا اولا که حتی گفتن زدن، من گفتم آمریکا زده. موضوعی که بارها و بارها از سوی مسئولان رده‌های مختلف جمهوری اسلامی تکذیب شد. تا شنبه 21 دی ماه 98 ساعت 7 صبح ستادکل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای بالاخره انهدام هواپیما به دلیل شلیک موشک را پذیرفت. ما گردنمون از مو باریک‌تره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم. بعد از 2 سال من هنوز روزنه نمیبینم. ببینید از اون زمان تا به الان شرایط برای ما سختگیرانه تر شده، به خصوص بعد از دولت آقای رئیسی. حالا سالگردی هم که رفتیم مراسم رو برگزار کنیم فرودگاه، بعد اون محل سقوط هواپیما متاسفانه دیدیم که تمام راههای ورودی به شاهد شهر بسته است، پلیس بسته. هدایت من اینور به آخر سه به یه جای بولواری که با دور می‌زدیم اونجا دیدیم که دونه به دونه شماره ماشینا رو می‌رسن، شما کی هستی، جان باختتون کیه، چند نفرید، بعد اینطوری 150 تا خانواده عزادار اومدن چیز که شما اندازه 300 نفر نیرو ریخته اینجا. بابا اینا که برانداز نیستن، اینا که کودتاچی نیستن که. اینا بچه‌هاشون، پدرشون، عزیزترین کساشون از دست دادن، اومدن اینجا یه ادای احترام کنن. یعنی من الان میبینم حتی گرفتن مراسم امسال سخت‌تر از پارسال هست. میگم حتی مراسم خونه‌ای که ما داریم میگیریم، از کلانتری اومدن دم خونه گفتن که شما مراسم دارین، کی دارید، چه جوریه، چه برنامه‌ای. حتی بنده خدا خانم سرایدار ترسیده بود، میگفت اومده بودن اطلاعات آقای دکتر رو می‌خواستن، واحد چند میشینه، بچه‌هاش نمیدونم فلان. این اما تمام ماجرا نیست. بعد از گذشت 2 سال هنوز وسایل جانباختگان را به خانواده‌هایشان تحویل ندادند. لپتاپش رو به ما ندادن، گوشیش رو ندادن، هاردش و اینا رو به ما ندادن. میگفتن که سوخته توی اونهاست. یه سری لپتاپ و گوشی شکسته بود، تو اونا نبود. گفتم که تو اینا نیست. گفتن پس دادیم پلیس فتوی که باز کنه بین مالکیه بهشون بده. احتمال قوی هست که بچه‌ها یه چیزایی ضبط کرده باشن در اون لحظه. اون لحظه یه فیلمی گرفته باشن، شاید داشته پیامی میداده برای من که بابا چه اتفاقی افتاده، به کشف حقیقت کمک کنه. چرا تا این لحظه وسایل الکترونیکیشو حتی داغونشو تحویل من ندید؟ اتفاق افتاد زنگ، من که حالا اصلا مساعد نبود، یعنی به حالت بهوش نبودم، تا بستگانمون زنگ زدن به تلفنش رینگ میخورد، یعنی که روی فلایت مود نبوده، رینگ میخورد و حتی یعنی این حالت بود که ما تو مدت ها فیلم کردیم شاید بچه‌ها تو منطقه مثلا زنده باشن، شاید لای مثلا نمیتونن بعد از این واقعا که تلفن‌هاشون، موبایلاشون و لپتاپ‌هاشون همه چیز. در این سالها خبری از ساخت بنای یادبود هم نبود، حتی در محل سرنگونی هواپیما. ما رفتیم با فرماندار یه چند تا نماینده فرماندار شهریار صحبت کردیم که آقا اونجا اون پارک در عین حال که وقتی حضور پیدا میکنیم واقعا برای ما عذاب آوره. من خودم 10 روز پیش رفتم اونجا سر بزنم و 2-3 تا پدر خانواده ها بود که میگفتم این میشه سالگرد اینا. من سرگردون میچرخیدم.
چیه؟ گفتم من تو اون هنوز دود و خون میبینم، میگردم ببینم میتونم نسیم رو ببینم یا نه. اینجا اینطوریه برای ما. به فرماندار گفتیم که آقا اونجا برای ما داره یه حرمتیه، خونه بچه هم اونجا خورده زمین. فکر میکنم این حق رو ما داشته باشیم که اونجا یه قسمتی رو لااقل یه دیوارش رو یه نوشته باشه، یه باز هم باشه گل لاله‌ای بکاریم، بیایم اون دیوارش عکس هواپیمایی باشه. فرماندار به عنوان نفر اول سیاسی و اجرایی چیت گفت از دست من کاری ساخته نیست، این مربوط به شورای عالی امنیت ملی میشه، تصمیم اوناست، شما با معاون امنیتی استاندار صحبت کنید. به دفعات من زنگ زدم که از معاون سیاسی استاندار وقت بگیریم که موفق نشد. اصلا نتونستیم که ببینیمشون، باشون صحبت کنیم و چیز بکنیم. گفتن که اول بعد تغییر دولت دارن چیز میکنن، بعد گفتن تغییر استاندار، درگیر نمیدونم برگزاری 40 هستن، راهپیمایی 40 هستند و نمیدونم چیزای دیگه چطوری بگم دیگه. من 59 سال 60 سال یه قدر میفهمم که یه عبارت خیلی عامیانش میگه که کجا سرمو به طاق دارن میکوبن دیگه. آیه هاشمی، محسن هاشمی و آیه هنوچی اینا حتی موافقت کردن، گفتم ما یه تندیسی میخوایم در واقع بسازیم از اینا، ولی بعد رفته بود بدوش. اصلی ترین مطالبه خانواده‌های قربانیان اما رسیدگی قضایی عادلانه است. هرچی بیشتر پیگیری کردیم کمتر نتیجه گرفتیم. شما پارسال قبل از سالگرد ما با باسپورت جلسه داشتیم. باسپورت گفت کار کارشناسی تقریبا تموم شد، ما داریم جمع‌بندی می‌کنیم. قبل از سالگرد ما شما رو صدا می‌کنیم، میایید اینجا نتیجه کارشناسی رو واسهتون نمایش میدیم و میگیم. هیچ اتفاقی نیفت. 30 آبان 1400 684 روز بعد از انهدام اولین جلسه رسیدگی به پرونده به ریاست ابراهیم مهرانفر در دادگاه نظامی استان تهران برگزار شد. زمانی که این اتفاق افتاد خانواده ها اومدن سراغ، مثلا حدود 10-12 نفر از خانواده ها سراغ من اومدن. ما رفتیم در بازپرسی سازمان قضایی ولی از پرونده هیچ خبری نداشتیم. تقریبا 2 سال طول کشید تا کیفرخواست صادر شد. خب به بازپرس گفتیم در آخرین جلسه قبل از صدور کیفرخواست دیگه این حق قانونی وکیله که بایستی در جلسه حضور داشته باشه، در جلسه آخرین دفاع متهمین حضور داشته باشه، اگر سوالی داره از متهمین بپرسه، اگر ایرادی به رسیدگی داره اعلام کنه، نظرشو بده، دخالتی که نمیتونه بکنه. بازپرس نپذیرفت و پرونده رو فرستاد دادگاه. جلسه اول خب از 113-14 نفر از خانواده ها دعوت کرده بودن، حضور داشتن تو جلسه. من خودم اونجا مطرح کردم، گفتم آقای رئیس دادگاه شما نمیتونین وارد رسیدگی بشین، هنوز به ایرادای ما رسیدگی نشده، باید ایرادا رو رسیدگی کنین، نفیاً یا اثباتاً نظرتون بدین. آیا باید گزارش کارشناس به ما ابلاغ میشد یا نمیشد؟ آیا باید پرونده در اختیار ما قرار میگرفت یا نمیگرفت؟ اون وقتی این اتفاق نیفتاده، کیفرخواست بر مبنای گزارشی که ما ندیدیم تنظیم شده، این کیفرخواست رو شما نباید بخونید. گفتن معاون دادستان کیفرخواست رو بخونه. آقای معاون دادستان رفت کیفرخواست بخونه. خانواده‌ها اعتراض کردن به حضور ایشون، چون قبلا توی یکی از تجمعاتی که توی دادسرا بود، توی نمازخونه، یکی از خانواده‌ها که دیگه باید بشناسید دیگه، قبلا باهاشون مصاحبه کرد، اسمشون آقای اسدی لاری، برمیگره به دادستان میگه، به معاون دادستان میگه بچهای ما رو کشید. شنت شد فضا و بعد از البته تقریبا فکر می‌کنم 2 ساعت 3 ساعت مثلا شد. بعد دیگه موقعی می‌خواستیم بیایم بیرون، رفتیم به سمت آقایون و گفتم که بالاخره اون نماینده دادستان بود اونا. معاون دادستان بود که به اصطلاح ما یه سری مثلا من خودم رفتم به سمت بازپرس، اصلا حالم خیلی بد بود. گفتم شما 2 تا بچه منو گرفتید و حالا اینطوری برخورد پیدا میکنید، من مادر فلانی هستم. خلاصه خیلی حالم بد. گفتم یادت باشه اون روزی میاد، اگر نتونم اینجا حقانیتمو ثابت کنم، روزی میاد که روز طبل السرائره، یعنی اسمش هست که تمام پرده ها آشکار میشه، میتونی جوابم بدی. هی نگام کرد فقط، خیلی جا خورد. بله خیلی جا خورد. گفتم قیافه منو یادت بمونه، اسمت یاده، اون روز همدیگه رو بالاخره اینجا به هم نرسیم، اونجا بهت میرسیم، اونجا پرده ها آشکار میشه، میتونی جواب بدی؟ میتونی جواب بدی که چه قضاوتی ناعادلانه. همه مادر
بعد ایشون هم از من جدا شده بود، یه طرف دیگه رفته بود، به طرف آقای یوسف بندی رفته بود. ایشون هم گفتش که من البته پیش ایشون نبودم، چند نفر زدیم بچه‌هامونو کشتیم. ایشون میگه که زدیم بچه‌هامونو کشتیم. گفته بود که آره کشتیم که کشتیم، یعنی بقیه هم شاهد بودن. کشتیم خوب کردیم. آره کشتیم خوب کردیم. دادگاه پذیرفت، بهشون گفت که شما تشریف ببرید یه نماینده دیگه بیاد. ایشون رفت، یه نماینده دیگه دادستان اومد، اونم رو باز خانواده ها اجازه ندادن، شلوغ کردن، اعتراض کردن، گفتن بایستی به ایرادات رسیدگی بشه. قاضی پذیرفت، ختم جلسه رو اعلام کرد. 7 آذر 1400 جلسه دوم دادگاه. خانواده‌ها به خوندن کیفرخواست اعتراض داشتن، چون میگفتن پرونده دارای نقایصیه که این نقایص رو اعتراضاتیه که ما کردیم، کیفرخواست دارای ایراده. در کیفرخواست گفتین قتل غیر عمد. گفتم چطور این که اجازه شلیک نداشته و صراحتاً بایستی اجازه میگرفته شلیک میکرده و شلیک کرده غیر عمد گرفتیم. وقتی غیر عمد بگیرن 4 نفر متهم اصلی میشن متهم قتل غیر عمد، بقیه میشن مسامحه در انجام وظیفه. ولی اگر قتل عمد باشه یک عده مباشر قتل عمدن، بعد بقیه معاون قتل عمد. و بعدم طبق مقررات بین المللی پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی هر عملی که مأمور انجام بده فرماندهش مسئوله. کدوم اینجا ما نمیبینیم فرمانده ها رو. چون ما خودمون جزء متهمین هستیم، یعنی سازمان ما به هر حال تو این قضیه مسئولیت پذیرفته. حالا اینکه ما دیگه نمیتونستیم بگیم حالا این گوشش هم به کسی دیگه مربوط میشه، اون روز همه رو ما پذیرفتیم. آقای حاجی زاده تفهیم اتهام شده ولی منع تعقیب داره. فهمیدیم که منع تعقیبش ابلاغ هم شده، منتها ابلاغ به ما نشده. من ابلاغش بعداً گرفتم. 10 نفر متهم این پرونده هستن الان که از مسئول سامانه تا مسئول پدافند اون منطقه تا مسئولین پدافند کل تهران، اینها جزو متهمین هستن. 4 نفرشون ظاهراً بازداشت شدن ولی خیلی هم بازداشت نموندن، با قرار آزاد، همشون آزادن، همه آزادن. جلسه دوم دادگاه در پی اعتراضات خانواده‌ها به نواقص و ایرادات پرونده و کیفرخواست بدون نتیجه خاصی به پایان رسید و قاضی پرونده را برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات به بازپرسی ارجاع داد. تا این لحظه که قول داده بودن که ما تا آخر هفته کارشناسی ابلاغ میشه پرونده رو میدیم بخونید، بعد از 1 ماه خورده هنوز من دیشب با وکیل صحبت کردیم کارشناسی ابلاغ نشد. آنچه در این 104 هفته مخفول ماند، رسیدگی برخواسته از مر قانون بود و عاری از جانبداری، نقصی که اگر برطرف نشود میتواند دادگاه بین المللی کیفری را به مرجعی برای دادخواهی خانواده ها تبدیل کند. نکته‌ای که پیش از این هم از سوی خانواده ها و هم وکلا به مسئولان امر گوشزد شده است. بچه من به من بر نمیگردن. فقط اینو در نظر بگیریم که بچه عزیزتون در یک فضای سربسته شلیک موشه. خدا قسم من روز قیامت واقعی هیچی هم نمیخواد. قربانی مصلحت باش حرف نزن، چون هر وقت حرف بزنی درد ما رو بیشتر میکنی.